سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سمبوسه ورقین تیار میکنیم با اصول نوینی، با راهی دیگر خیلی با راهی آسانتر و ورقش شروع آمدنش یک نمود سمبوسه تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 250 میلی لیتر آبی شیرگرم، سخت گرم نباشد، 500 گرم آرد، یک قاشقچه نمک، یک دانه تخم و لیمون کیسلات همراه میکنیم. نوگ کاردبه. ما برای چی لیمون کیسلات همراه میکنیم؟ خمیرا مویا کسیر انمین لیمون کیسلات میکند، یعنی همون خشککی ریزانه انمین میکند، لیمون کیسلات میکند. ما حاضر منه خمیر تیار میکنیم. منه در اول لیمون کیسلات گرفتیم. منه چقدر همین نوگ قاشقچه یا نوگ کاردبه کنیم میشه. منه لیمون کیسلات، منه نمکامو و یک دانه تخم. منه یک دانه تخمه همراه کرده. نه آبی شیرگرمونای ریخته میشه. شروع محصولاتای آمیختن کنیم که نمکش و لیمون کیسلاتش آب شود. شروع آب کردیم. اکنون خمیر تیار میکنیم. خمیری سخت، میچ خمیری سمبوسه تیار میکنیم. من میخواد خمیر تیار میکنیم. همراه کرده خمیر تیار میکنیم. منه خمیری ما تیار شد. خمیرمان را به 3 قسمی برابر تقسیم کنیم. خواهید 3 قسم، خواهید 2 قسم. اگر ستالتا مایده باشه 4 قسم تقسیم کردم میگیریم. من باشم منه به 3 قسمی برابر تقسیم میکنم. هر یک قسمشه زوالچه میگیریم. منه 3 قسم تقسیم کردیم. منه 10-15 دقیقه نگاه داریم. اینقدر ملایم شود برای کشادن آسان شود. من به قبطی ورق سمبوسه маргарини пишка استفاده میبرم. این маргарینه آبش کم ورق همین سمبوسه فطیره شروع میبیارد. من همینجاش به نویستگی ساستاوش نویستگی این به چیزی همراه کرگیش نویستگی من ازر بعضیا روغن خوکشای میگم. من نمیجشه من خاننگر چیزی همراه کرگیش خودش نویستگی. اینه ما آب میکنیم. میتونید این مصلبه یعنی маргарин میتونید روغن گاو استفاده برید. روغن وینی چربو گوسپند نیو انی گاو استفاده برید. من خودش آب میکنم دیگه. راستی من خودش از آب کرده. خبتی همین سمبوسامو با میمونم. من هر یک زوال همه شروع تونو میکنیم. سخت تونو نیم. یعنی تونوکی مانتویو فتیربای نیه. من خیلی از تونو میکنم. من آرد زده تونو میکنیم. تونو کنیش آسان میشه. نسيت زوال همه خیلی تنوک میکنیم. شروع همه جاش برابر تنوک شود. من روغن آب کردم. همین تگی روغن با آب بشه. ما فقط اروی روغن استفاده بریم. تگش بمون عاقبش به آبش استاد. ما آمیخته کرده روغن نمیکنیم. من فقط اروش میگیریم. الان نگاه کنید تگش به آب بشه. همین آبش تگش به همش استاد. ما تماما از تگش قاشق نمیزنیم. فقط همین اروش گرفته. همین خمیرمو با میریزیم. تماما تگش قطعی آمیخته نکنید که آباش هم یه برود. آب بشه ما تماما همراه نمیکنیم. من یک قبطش روغن کردیم. من دویم قبطی خمیرامایه بالی همین یکم قبطش بخ شروع من میپاشیم برابر کرده. شروع جاش برابر شود.
دوم قبطش بپشتیم دوم قبطش هم شروع روغن میکنیم. منه آبش خودش منه سفید تگشمه ماند. من تماما قاشق نزدم، فقط روی همین روغن گرفتم. تگشمه ماند. همینه تماما آمیخته نکنید. همین سببم ورقه سنباسی ما بیزیب میبیاد. همینش تگشمه ماند. ما فقط روغن خودشه همین ورقه با مولیم کرد ورقش خوشرو میبیاد. سی قبطه روغن کریم اکو همین سنباسی خودمو باین رولیت کرم میپیچانیم. منه همیتر رولیت با میپیچانیم برای عاقبش باریک نامدنش. اینجاش غفصو عاقبش باریک میبیاد بسیارتر. برای باریک نامدنش ما باید چیکار کنیم؟ ما همین منه درون بگرفته منه کلوله میکنیم. منه درون بگرفته ما کلوله کنیم. منه نگاه کنید همش یک خیل آمده میگیرد. یک خیل برابر میبیاد. یک خیل سنباسی خوشرون برود. ما راست اینه راست تاپتیم گر راست رولیت پیچانیم اونجاش غفص و عاقبش باریک میبیاد. برای همین دوتا طرفشه انا خیل درون بگرفته منه کلوله میکنیم. نگاه کنید چه همش منه یک خیل آمداست. منه نگاه کنید رولیتی ما همه جاش یک خیل آمده کن. عاقبش باریک و مابینش غفص نیو همه جاش یک خیل آمده. ما درون بگرفته پیچانیم گر ما کو منه رولیتی پیچاندگی ما 2 ساعتی رسا خلدیانیک به نگام داریم. برای چی خلدیانیک به نگام داریم؟ برای اینکه روغنا شخ میشد و همین رولیتی ما همش ورقش جدا جدا میشد. بی آرد کشادن با همشه آمیخته میکنیم. بسیارتر خاننگی های ما سنباسی کارتاشکگی نقض مینن. برای همین یک دانه کارتاشکای نانقدر کلان من 4 کنجای ریزی کرده پرتافتم. ما محصولاتای همراه کرده همیشه شروع آمیخته میکنیم. ما روغن همراه نمیکنیم. دوست یک قاشق بسیاری ها روغن هم همراه میکنن که وای ملایم فرشم ملایمی نقض بیاد. ما همراه نمیکنیم. برای چی همراه نمیکنیم؟ من خودش اینجا روغن چای باز ورقه خمیری سنباسی ما ورقین روغنین بسیار روغنش بسیار میشه دلگیر میشه. برای همین من هیچ روغن همراه نمیکنم. فقط من روغنی گاو و محصولاتای همیشه آمیخته میکنم. من نچینگه سنباسی ما تیار. من خمیری ما هم دم گرفت. شخ شدگی نکو ترزی ریزه کنیش. من ترزی ریزه کنیش من یک دانه کلانتر ریزه میکنیم. یک دانه من مایدچه. یک دانه من کلان یک دانه من مایدچه بو. من یک دانه کلان هم تکره همیشه ریزه میکنیم. خواهید کلانتر خواهید با مایده تر کرده. بس هم باسی کلانتر خواهید کلانتر مایده تر خواهید مایده تر میتبر کرده همیشه من ریزه میکنیم. من اکنون من زوالچویه من قطعی کلانتر میکنیم. ما خلدیانه گرفتیم روغن شخ. من اکنون مایده چی ریزه کرگی همویه بالی همین به تونوک کره من محکم میکنیم. تفکر میپاشیم بالاش به نه برای قاش خیلی میگه نه ما فقط گردش زیر میکنیم. گردش زیر کره نه می مایده چه ریزه کرگی همویه نه گردش بالای این به میپاشیم. ما نمی طرفش رو میکنیم. روی ورقی سنباسه میکنیم زنی ورقاش خوش روه میبیاد انشاءالله. نه اوزی این زوالچایه بسیاری ها خیلی میکشاییم سنباسی میکشاییم میتفر کره خیلی از کرم میکشاییم. وقتی کشادم با کشادیم کدام طرفشه پرتافته نمای نمیدونم این طرفش به فرش ما نمی یا این طرفش به می کدامش ورقش خوش روه گفته نگاه میکنیم. خیلی برای همین منه ترزی آسان ترش منه با وقتی مایده چه ریزه کره این بالاش بمانده با ورقش خوش روم بیارد. منه این طرفشه روم کرد
پشتش به فرش میمونیم. همشه مخکره ریزه میکنیم. همشه مخکره ریزه کره مخکره تونوک میکنیم. من همیشه ریزه کره من طبق بچیندم. من همش دو قبطه اکو یکشویم ترزی کشودنش. من کمتر استال چرب میکنیم. ما تماما آرد استفاده نمیبریم. کمتر استال چرب کره من مویم یکشویم سمبوسه. هکنمی گرداش میزنیم و بینش استاد بقچه. خودش ورقاش جدا شد الکل. اونقدر کلان من ورقی پیشش من پشتش هر یکشم خکره یکشوی. من همیشه خکره تنوکری مکو فرشم یکسوریم من چینگشه. من چه خواهید پیچانید کلوله خواهید کلوله سیکنج شکل خواهید سیکنج شکل چه خواهید پیچانید میشه. من همش من چینگشو گذاشتیم ترزی پیچانیدنش. من کلوله میکنم. من خیلی کلوله شکل همشه میپیچانم. همشه میتر من کلوله خیلی خنک بودم و سخت خنک بود. خمیره اما قدر ورقش معلوم نی. خیلی تفتان به درا بر معلوم میشد. همینطور میپیچونیم. من پیچانده لیست گرفتم. تخمی مالی شروع من تخم مالیده. من سیدانه مرک باشد مرک کنجود باشید باز زیبا میشه. نه با مدتی 35-40 دقیقه به 200 درجه تفتان بمیمانیم. 250 نکنید که خیلی درونش گوشتاش نقص بزد. برای من به 200 درجه تفتان میگذارم. هم تیار شد. نگاه کنید چه رنگاش شروع آمد. نه ورقاش چه خیلی نه تیت شده میرد تودش نمیرد. نه ورقاش ملایمی acayip adamdır. ورقاش adamdır. Ne درونش شکستم بینیم. درونش چقدر تیار شده است. بازی ما نه چه خمیراش ملایم. نه ورقاش همه جاش رو پخته است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید و یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.